با سلام خدمت دوستان. برای از بین بردن زنگ زدگی که بسیار خوب و شاید قوی تر از اینا هم باشه، ولی در حال حاضر ما که استفاده کردیم و دیدین چند بار که استفاده کردم خوب جواب میده. برای از بین بردن زنگ زدگی رو آهن از حشره کش استفاده میکنیم. از همین حشره کش تارمار یا هر کدوم دیگه هم که باشه استفاده میکنیم. میزنید روی اینا، نگاه هر دو طرفش با یه چند لحظه بذارینش، بعد یا با سنباده یا بروسیمی که روش بکشی کامل زنگ زدگی رو از بین میبره. ببینید جوریش میکنه. بعد که پاکش کردیم با یک باره نمیره، 2 بار 3 بار باید بزنی روش، بذاری بمونه شاید با 2 بار قشنگ استفاده بشه. طوری بود که اصلا باز و بسته نمیشد.